اگه فوتبالی هستی باید هر 4 سوال رو جواب درست بدی. کدوم کشور میزبان جام جهانی 2014 بود؟ آرژانتین، برزیل، آلمان، فرانسه. اصطلاح پنالتی در فوتبال به چه معناست؟ شوت آزاد از نقطه مشخص داخل محوطه جریمه، شوت آزاد از فاصله نزدیک به دروازه، شوت مستقیم از وسط زمین، شوت آزاد از کنار زمین. کدام کشور قهرمان جام جهانی 2010 شد؟ ایتالیا، هلند، آلمان، اسپانیا. در فوتبال اصطلاح آفساید به چه معناست؟ جوابهاشو تو کامنت ها بگین.